چند روز قبل یک کتاب خودیاری روانشناسی رو تمام کردم که فکر کردم شما هم بخونین بد نیست. کتاب هنر ظریف بیخیالی از مارک منسن یک کتاب بسیار فوق‌العاده در حوزه روانشناسی خودیاریه که میتونه به شما کمک کنه که زندگی بهتری رو تجربه کنین. حالا جدا از این که خود مارک منسن یه نویسنده بسیار خلاق و توانمنده که خودم نوشته‌هاش بسیار دوست دارم. تو این کتاب به 3 تا ایده اصلی میپردازه که میخوام تو این ویدیو در مورد این 3 ایدهش صحبت کنم. این کتاب برای کسایی نوشته شده که ممکنه از ترس قضاوت شدن، از دست دادن یا حتی شکست خوردن احساس کنن که از لحاظ روانی فلج شدن و نمیتونن حرکت رو به جلویی داشته باشن. و تو این کتاب به این موضوع میپردازه که اگه این نوع ترس ها رو داری، مشکل از تو نیست، بلکه مشکل از چیزهایی که بهش اهمیت میدی. این کتاب بهت نمیگه که بیخیال شی، بلکه بهت یاد میده که چی رو باید بیخیال شی و برای به دست آوردن این مهارت 3 تا ایده کلیدی داره. ایده اول این کتاب انتخاب ارزش‌های درسته. یعنی مشکل زندگی ممکنه مشکلاتش نباشه، بلکه مشکل اینه که چه نوع مشکلاتی رو برای حل شدن انتخاب می‌کنی. برای همین منسن تو این کتاب میگه خوشبختی مسئله نیست، بلکه یه مهارته. مهارت انتخاب مشکل یا درد درست. یعنی به جای اینکه غرق در مسائل بی اهمیت بشی، انرژی تو صرف چیزایی کنی که واقعا برات مهمه. مثلا میتونی انتخاب کنی که با خانواده‌ات وقت بگذرونی، برای سلامتیت وقت بذاری یا برای حرفای دیگران، و این انتخاب با خودته. ایده دوم این کتاب قدرت پذیرشه. یعنی ما نمیتونیم همه چیز زندگی رو تحت کنترل بگیریم. حرفای دیگران، گذشته، سیستم کاری معیوب و کلی چیز دیگه که دست ما نیست. اما تنها چیزی که دست ماست واکنش ما به اونهاست. این کتاب به ما یاد میده که به جای جنگیدن با چیزهایی که نمیتونیم تغییرش بدیم، تمام تمرکزمون رو ببریم روی اون بخشی از زندگی که در کنترل خودمونه که میشه انتخاب‌ها و ارزش‌هامون. ایده سوم این کتاب که خیلی جالبه، میگه موفقیت یعنی نگفتن. منظورش اینه که موفقیت واقعی در نگفتن به وجود میاد. مثلا نگفتن به فرصت‌های متوسط، نگفتن به چیزهای بی اهمیت و نگفتن به انتظارات غیر واقع بینانه و بیخود بقیه. در واقع هر نگفتن تو به یه موضوعی بی اهمیت یه بله بزرگ به سمت ارزش‌هایی که دوست داری بهش برسی. و در کل هنر ظریف بیخیالی یعنی تشخیص دادن این تفاوت‌ها.